بریزید دور یه سری حرفا چرت و پرت اینستاگرامی رو که اگه یه شب پس هم خبر هم داشته باشید اگر تو رابطه سرد شده جای دیگه داره گرم میشه. این حرف همش یه مش آدمای حولی هم شعار میکنن. یه رابطه زمانی که عشق و ذوق و شور و نشاطه یا خاموش میشه، رنگ میشه، یا اون شور و تابی که اول رابطه بوده دیگه نمیشه. این طبیعیه. این نیست که ارتباط یا عشقتون یا اون حسی که قبلا روز اول با کنار هم داشت گم شده و داره کم نمیشه. بسا که خیلی این احساس رو میکنن و یواش یواش حس میکنن که تکراری شدن برای هم دیگه و اون رابطه رو ول میکنن، ولی در واقعیت این نیست. اون دقیقاً خود عشق زمانی که عشق احتیاج داره که فاصله بیفته، زمانی که عشق احتیاج داره که بفهمید کنار هم بودن خوشی، کنار هم بودن قشنگه، کنار هم بودن لذت داره. زمانی که به این درک این مطلب برسیم، دقیقاً تا همون تایمی که اصلا فاصله گرفتیم متوجه میشیم که زمانی هم که کنار هم باشیم، حتی خیره به تلویزیون هم باشیم، قلبمون برای هم میگیم. و زمانی که به این نقطه رسیدید، به این درک هر دو طرف میرسن که خانم‌ها احتیاج به دیده شدن و توجه دارن و مردها دوست دارن در سکوت دیده بشن. این حرف منو دوباره شد.